خدمات مطبوعات دادگاه نویه مسکو شهر تویر روسیه از بررسی یک پرونده غیر عادی دزدی از مغازه خبر داد. دادگاه یک زن زاده تاجیکستان با نسب عارف جان را که نام اولش آورده نشده است بر اساس قسم دویم ماده 7 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری روسیه در دزدی مقدار خرد مالها از گیپرمارکت لنتا به مبلغ 1425 روبل و 52 تین گناهگار شناخت و 3000 روبل جریمه بست. این پرونده به اون دلیل توجه همه را به خود جلب کرد که زن گناهگار مادر 6 فرزند بوده است. او در دادگاه گناه دزدی را به گردن گرفت و اظهار پشیمانی کرده ولی گفتن نتوانست که چرا دست به چنین عمل زده است. دادگاه شرایط مالیوی این عائله را تحقیق نکرد ولی از روی خط مالهای دزدیده این زن از جمله یک چوچک و 3 شکلات سنیکرز برمی‌آید که او این مالها را اساساً برای کودکانش دزدیده است. دادگاه نویه مسکو روی خط مالها از گیپرمارکت لنتا دزدیده این زن مادر 6 فرزند را نیز نشر کرده است. حجم عمومی ضرر به مغازه لنتا رسانیده این زن 1452 روبل و 52 تین را تشکیل داده است. در میدان شرح‌های زیر این خبر بسیاری ها یک دادرس با انصاف از کانادا را به یاد آوردند. او هنگام بررسی یک قضیه دزدی نان از مغازه بیانات موسفید گناهگار را با دقت گوش کرد. موسفید گفت برای آن دست به دزدی نان زد که سخت گرسنه بود و دلش نان میخواست ولی پولش را نداشت که بخرد. دادرس موسفید را گناهگار شناخت ولی از جوابگری آزاد کرد و برعکس تماشابینان این مرافعه را محکوم کرد که باید هر کدام موافق زورش به این موسفید مقدار پول خیر کند.